تمام مردم مثل سبزه گفت از زمین میبرایند. لیس من الانسان شیء الا یبلى، از انسان گفت از استخوان جسد انسان چیزی نمیماند که ناپوسیده ماند الا عجب الظن. پیغمبر گفتند مگر عجب الظن گفتند باقی میماند. منه یرکب الخلق یوم القیامت. پیغمبر خدا گفتند از همین عجب الظن روز قیامت مردم چیکار میکند؟ نشو و نما مییابد. این عجب الظن به شما خبر داده بودیم یک استخوانی هست از قسم پس پشت ما و شماست که خیلی سخت است، همان نمی پوسیده است، در زیر خاک همون سختی هم باقی میمانده است و روز قیامت خداوند از همون ما و شما را چیکار میکند؟ بار دیگر باز زنده میگرداند. و جمعه پیشین به شما آگاه کرده بودیم حدیث پیغمبر خدا را. حضرت گفته بودند انا سید ولد آدم ولا فخر و انا اول من تنشق العرض یوم القیامت ولا فخر. حضرت گفتند که در سنن ابن ماجه هم روایت می شود این حدیث، گفتند من سردار فرزند آدم هستم در روز قیامت. این نعمتی هست که خدا بر من داده است، من بر این افتخار نمی کنم. و اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود این قبر، این تربت من است، من بر این گفت افتخار نمی کنم مگر این نعمتی هست که خدا بر من داده است. اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شده است این قبر پیغمبر خدا بوده است، قبر محمد بوده صلی الله علیه و سلم، که برای شما حکایت کردیم که حضرت از قبر به مجردی که بیدار می شود با اذن خداوندی چهره حضرت تغییر یابنده بود. چگونه که در دنیا غم امت بود، در حالت ممات، در حالت از دنیا گذشتن غم امت بود که حضرت علی میگوید که شاید که چند دقیقه از حیات پیغمبر خدا باقی مانده بود، وقتی من گوشی خدا بالای سینه حضرت گذاشتم پس صدای می آمد امتی امتی امتی. حالت مماتم فکر امت بود. وقتی آخرم روز رستاخیز شود آغاز امتی امتی گفته گفته خیزد باز، آن روزم چیکار میکند؟ در غم امت است. این گونه پیغمبری مهربان ما و شما صاحب هستیم. ما و شما خیلی بنده خوب و خیلی بنده مناسب و لایق در نزد خدا بودیم که این چنین پیغمبر پیشوای ما و شما ساخت. و در همه ما و شما فرض عین است که پیغمبر خدا چگونه ای که ما را دوست می داشت ما نیز باید او را دوست بدارید. خداوند در قرآن میگوید این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. محمد بر تمام بندگان من خبر بده اگر دعوا کنند که ما خداوند دوست می‌داریم هر آینه پیروی تو شوند، پیروی سنت های تو شوند. یحببکم الله، این صورت من هم اونها را دوست می‌دارم خدا گفت. و یغفر لکم ذنوبکم، بعد دوست داشتنم این که تمام گناه اونها را مغفرت میکنم. کدام بندگان من اگر محب محمد باشند، پیرو محمد باشند، من اونها را دوست می‌دارم خدای ما و شما خبر می‌دهد و گناه اونها را مغفرت می‌سازم. والذی نفس محمد بیدی، پیغمبر خدا گفتند قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و ولده و الناس اجمعین. قسم بر آن ذاتی که جان این پیغمبر شما در دست اوست، ایمان شما ای مردم کامل نیست،
شما مسلمانی کامل و پررن نمیشوین تا آن زمانی که اگر از جانهاتان دیده، از پول و مالتان دیده، از فرزندهاتان دیده، از پدر و مادر و خویش و تبار و یار و رفیقتان دیده محمد را دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. اینا پیغمبر خدا گفتند. حبیبم را کسی که دوست دارد، حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. به جان و دل محبی مصطفی باش، به یاران محمد جان فدا باش. حضرت مولوی میگوید هر کسی که محبت محمد اگر در دلش داشته باشد وای اصلا وارد دوزخ نمی شود. چی نعتی پسندیده گویم تو را، علیک السلام یا نبی السلام. حضرت سعدی هم میگوید چی نعت بگم ای پیغمبری خدا، چگونه من تو را وصف کنم؟ چی وصفت کند سعدی ناتمام، علیک السلام یا نبی السلام. من هر وصفی که کنم عاجز هستم، وصفی تو را بیان کردن میتونم. فقط رحمت و درود خداوند در حق تو ای محمد. عبدالله ابن عمر میگوید باری میگد نزد پیغمبر خدا داخل شدم، نگاه کردم که کتاب مقدس قرآن کشاد و تلا قول الله تعالی فی ابراهیم. رسول اکرم میگوید سوره ابراهیم را کشاد و مناجات حضرت ابراهیم در حق امتش چگونه بود وی را خوان میگن که حضرت ابراهیم در حق امتش گفته بود است ربی انهن اذللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانه منی. پروردگارا در این زمانی که من مبعوث شدم به پیغمبری، امتهای مرا این بتها همه گمراه ساختند. دوره حضرت ابراهیم بسیار بت پرستی بود، به نهایت بتهای زیاده بود که مردم آنها را پرستیش میکردند، آنها را خدا میگفتند، از آنها مدد طلب میکردند. چگونه که امروز ما و شما با بعض سنگ و با بعض تومار و با بعض مزارها شفاعت طلب میکنیم، همان زمانها هم از بتها شفاعت طلب میکردند، مدد طلب میکردند. حضرت ابراهیم گفت پروردگارا، گفت کدام اینها که اگر پیرو من شدن همونهاش از من هستند، کدامش پیرو من نشد، پروردگارا تو غفور و رحیم هستی، اختیار به ذات توست. رسول اکرم این مناجات ابراهیم خواندند. بعد از آن مناجات عیسی را خواندند. حضرت عیسی چی گفته بود است؟ این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. پروردگارا اگر این امتهای مرا عذاب دهی، همش بندگان توست، اختیار، و اگر مغفرت شانم که کنی تو توانا هستی، ای ذات پاک، هر گونه معامله که بر امت من میکنی کردن بگیر. رسول اکرم این مناجات ها را خواندن و عبدالله ابن عمر میگوید فرفع یدیه فقال اللهم امتی امتی. میگه رسول اکرم نگاه کردم، دستی مبارک برداشت، گفت پروردگارا من تمام امت از تو طلب دارم، خواه گناهگار باشد خواه غیر گناهگار، همه‌اش را از تو طلب دارم. فقال الله عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسله ما یبکیک. جبرائیل گفت نزد محمد برو و پروردگار محمد میداند که محمد چی میخواهد، لکن از او سوال کن چرا گریه میکند. جبرائیل میگد پیک رحمان در یک حالت نزدیکترین نزد محمد رسید، فسأله فأخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال. از محمد پرسان کرد محمد برای چی گریه میکنی؟
پیغمبر خدا برای جبرائیل خبر داد، به جبرائیل خبر داد سبب گریه خودش را که گریه من برای امتم هست، خواه گناهگار باشد خواه غیر گناهگار، همش را از درگاه خدا طلب دارم. جبرائیل میگه ناپدید شد، زمان بعد باز آمد و از نام خداوند بر محمد سلام فرستاد و گفت خداوند بر تو میگوید ای محمد این سنرضیک فی امتک ولا نسوء. محمد را بگو که سر خدا از سجده بردارد که من زود است که وی را راضی میگردانم، از امتی وی فراموش نمیکنی. این خداوند یک بشارت بر رسول اکرم داد که این بشارت نیکبختی ما و شماست که ما در روز قیامت از امت محمد فراموش نمیکنیم، زود است که محمد را راضی میگردانیم. حضرت دیلمی میگوید که ابن عباس از ابن عباس روایت میکند اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باز این روایت چی میگوید؟ لولاک ما خلقت الدنیا. جبرائیل آمد میگد گفت محمد اگر در اراده ما آفریدن تو نمیشد، خلق کردن تو نمیشد، ما جنت را نمی آفریدیم. اگر محمد در اراده ما آفرینش تو نمیشد، ما حتی دوزخ را هم نمی آفریدیم. ابن عساکر میگوید که حتی جبرائیل گفته بود است که محمد اگر تو در آفرینش خداوند نمی بودی، حتی دنیا را هم خدا نمی آفرید. همه خلقی جهان این نوری دیده، خدا از نور احمد آفریده. خدای قادر از قدرت نمایی، از او پیدا نبود این ماسوایی. تمام عرش و کرسی و قلم را، چنین لوحی عظیمی محترم را، بهشت و دوزخ و سبع و فلک را، زمین و آسمان جمعی ملک را، مه و خورشید و کوکبهای تابان، شمال و رعد برق و همچراغان، همه دیو و پری و آدمی زاد، همه وحش و طیور و جمله بنیاد، ز نور احمدی آمد به دنیا. همین از اعتقاد اهل ارشاد. اهل ارشاد اعتقادش همین است که آن چیزی که در دنیاست همش از نور محمد است. همان روزی که در آدم دمی دم بدید اندر قفایش نور خاتم، بگفتا کیست یا رب در قفایم، نمی سازد جدایی از وفایم. حضرت مولوی میگوید روزی که حضرت آدم خدا آفرید، در پشت وی یک چراغ را، یک ستاره درخشان را که این نور محمد بود میگد آفرید. حضرت آدم این روشنی را میگه مشاهده میکرد، پرسید بگفتا کیست یا رب در قفایم، نمی سازد جدایی از وفایم. این کین است که در پس من اینقدر روشنی میکند؟ خدا گفتش نوری مصطفایی، ندارد عمرها از تو جدایی. با تو فرزند با ما او حبیب است، به دردی امت عاصی طبیب است. خداوند گفت ای آدم، گفت این فرزند توست لکن حبیب من است. این پیغمبری هست که زمان نزول میکند، فقط دقتش غمش همش برای امت عاصیش است. بگفت یا رب من بین مای نورش، و چشمی سر ببینم با حضورش. خدا آورد از پس بین ابرو، درخشان چون کواکب شعله او. حضرت میگوید وقتی حضرت آدم که این صفات محمد را شنید، در ذوق آمد گفت خدایا، گفت چی می شود که وی را از پیش بیاری که این چراغ این روشن را با چشمی سر ببینم. خداوند از پس میگه در بین ابروش آورد، مثل چراغ مثل یک ستاره را میگه جرقص میکرد. خدا فرمود بر رضوان جنت، بیار آینه آدم را به طلعت. ز جنت داد آینه به آدم، به آن آینه دید اون نور خاتم، که شد او عاشق نور محمد، درود خوان شد به ارواح محمد. خداوند امر کرد آینه را از جنت بیاریم برای آدم. حضرت میگه در آینه وقت این ستاره را دید، در حال در حق محمد چکار کرد؟ درود خوان شد.
خوش به حال همه ما و شما. بریده میگوید که راوی این حدیث است: اهل الجنتی 20 و 100 صفا. روز قیامت جنت 120 صف می شود. عددی را خدا می داند هر صف چند آدم دارد. 80 من هذه الامه و 40 من سایر الامم. پیغمبر خدا گفتند 80 صف این جنتی ها از من است، 40 صف این از تمام پیغمبرهای دیگر است. 80 صف جنتی ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم است. خلاص البته ما و شما باید که پیغمبر خدا را دوست بداریم. دوست داشتن پیغمبر خدا این پیرو به سنت حضرت است. دوست داشتن او چنگ زدن با سنت های پیغمبر خداست. من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم گفته و اگر خلاف سنت او شما عمل کنین، این علامت تکذیبی است، این دروغ است، این ما باور نمی‌کنیم. در صورت شما محب محمد شده می توانید که آن چیزی که حضرت گفته است شما پیروی او باشید. از موضوع قیامت برای ما و شما یکی ترازوی اعمال و دیگر نامه اعمال و دیگر پول صراط باقی مانده است. انشاءالله در این سه موضوع برای شما مختصرا صحبت میکنیم که آیا ترازوی اعمال چیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. خداوند در قرآن بر همه ما و شما می‌فرماید ترازوی اعمال در روز قیامت حق است. بس هر کسی را که ثوابهای او وزنین است، اون جمعیت در نزد خداوند نجات یافتگان هستند. و نزع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبة من خردل آتینا بها و کفی بنا حاسبین. صدق الله العظیم. خداوند میگوید روز قیامت ما ترازوی اعمال را در بین میگذاریم. فلا تظلم نفس شیئا، ما به هیچ کس ظلم نمیکنیم. و این کان مثقال حبة من خردل، اگر به منزله یک دانه سپند اگر در دنیا کاری نیک یا بد کرده باشد، ما در ترازو وی را میسنجیم. و کفی بنا حاسبین، آن روز حساب کننده ترازو خدا یک و یگانه است. ثواب‌هایی که در دنیا شما کردین، بدی‌هایی که شما در دنیا کردین، هیچ کدام این فراموش نمی شود. روز قیامت مفسران بر اینند که ترازو دو پله دارد. چگونه که امروز دو پله ترازو هست و زبانه دارد و تمام مردم وی را به چشم می‌بیند تا که عدالت خداوند در اونجا روشن شود. کردارهای ما و شما را میکشند، وزن میکنند. فما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا میگوید البته پاداش کسی که در دنیا به منزله یک ذره یک چنگی که در آسمان میخیزد، کسی اگر به منزله همون نیکی کرده باشد پاداشش نیکی است. اگر به منزله همون یک گرد بدی کرده باشد پاداش بدی میگیرد. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. خداوند در دیگر آیت قرآن سوره القارعه چی میگوید؟ کسی را که اگر ترازوی اعمالش وزنین شد، او در یک زندگی پسندیده هست، یعنی این جنت است. و اما من خفت موازینه فامه هاویه.
و ما ادراک ما هی نار حامیه. خدا میگوید کسی را که اگر ترازوی اعمالش سبک شد، یعنی کردارهای نیکش خیلی کم است، اینها را گفت حاویه قبول میکند. در اینجا کلمه استفاده میشد، الهاویه. گفته مادر میگویند. مفسران میگویند چگونه ای که مادر طفل خود به سوی خود میکشد، کسانی که در روز قیامت ترازوی اعمالشان سبک میشود، دوزخ وی را مثل مادر میکشد به سوی خودش. و ما ادراک ما هی نار حامیه. شما حاویه میروید، میگوید آدم هایی که ترازوی اعمالشان سبک است. حاویه چیست؟ این هم یکی از طبقه های دوزخ است. ما و شما دوزخ میگوییم، شاید که در همین خاطر ما و شما یک عادی بگذرد که دوزخ چی است. خدا در قرآن میگوید کلا انها لظی نزعت للشوی. این دوزخ خیلی سوزنده است، خیلی شعله ور است. نزعت للشوی، شوی گفته پوست انسان میگویند. 100 ساله راه ماندن به دوزخ ده خدا میگوید پوست انسان بدر میکند. اینا دوزخ میگویند. نار بنی آدم التي توقدون، پیغمبر میگوید این آتشی که شما در چکدانهای خود استفاده میکنین، این آتش هایی که برای چای جوشاندن خود استفاده میکنین، پیغمبر خدا چی میگوید؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این یک حصه از 70 حصه آتش دوزخ است. این یک حصه است. ما و شما در همین آتش دنیا طاقت نداریم. فاعمل المعصیه بقدر صبرك على النار، پیغمبر گفته است از این خاطر همون قدر گناهی بکن که قوت سوختنش داشته باشی. ان اهون اهل النار عذابا، پیغمبر میگوید آسان ترین عذاب در روز قیامت در دوزخ چه عذاب است؟ من له نعلان یغلی منها دماغه. آسان ترین عذاب دوزخ پیغمبر خدا گفتن این است که مرد را میارن، مرد دوزخی را میارن و 2 پای افضالی که دوزخی هستند در پیش او میگذارند و میگویند این پای افضال ها را بپوش. پای افضال ها پیغمبر خدا گفت چنان یک حرارت، چنان یک حرارت گرمیش بلند هست که چه است؟ یغلی منها دماغه، آب بینیش می جوشاند. این آسان ترین عذاب دوزخ است. ما و شما بترسیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، برای همین خدا ما و شما را میگوید ای مردم از خدا بترسید. خدای شما سختگیر است. شاید بعضی سوال ها کنند که آیا ترازوی اعمال عمل انسان را چه خیل میسنجند؟ مفسرها بر این اختلاف نظر دارند. من در یگان حدیث صحیح ندیدم چگونگی ترازو را پیغمبر خدا بیان نکردند، لکن مفسرای قرآن در این اختلاف دارند که عملهای نیک و بد شما در روز قیامت به یک مجسمه تبدیل می‌یابد، یعنی به یک صورت تبدیل می‌یابد، به یک صورت مردی زیبا یا به یک صورت مردی خیلی زشت، و اونها را خداوند در روی ترازو میگذارد و میکشد. کردارهای نیک ما و شما به صورت یک مردی زیبا میگردد، کردارهای بد ما و شما به صورت یک مردی خیلی زشت، خیلی صورت شکلش ناخوبه تبدیل میگردد. خداوند اینها را میکشد و برای ما و شما خبر میدهد این عملی نیکت، این عملی بدت است. بعضی از مفسرها بر اینند که همون نامه اعمال کتاب وقتی که اگر وزنین باشد و خداوند در بالای همون ترازو میگذارد، همون زمان حکم تو را میبرارد. و اینش مفسرها رفتند. لکن ما و شما یک عقیده باید داشته باشیم. والوزن یومئذ الحق، خدا گفته است ترازو در روز قیامت حق است و عملهای شما همش کشیده می شود. خدا کند که در او روز
این جمعیت ما و شما خندان باشند. خدا کند که در او روز ما و شما خجالت نباشیم. وقتی میگوید بنده ای که اگر در او روز ترازوی اعمالش سبک می شود چی میگوید؟ ای وای بر حال من، کجاست همون مرگی که کاری خودش باز برای من انجام دهد تا که چشمهای من این ترازو را نبیند. چگونه ای که یک ترازو را در دنیا ما و شما اگر کیلای ما و شما را یگان سوداگر اگر کم میزند و ما را در حالت جنایتش میقپیم خجالت میشود، بنده در روز قیامت همچنان در نزد ترازوی خود خجالت میشود. شما میتوانید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. شما میتونید که در همین دنیا ترازوی اعمالتان وزنی کنید، میتونید ترازوی اعمالتان در همین دنیا وزنی کنین. حضرت میگوید ورنه حسرت خوری. جان من میگوید حسرت میخوری، دیگر برای تو فایده ندارد. این ترازوی اعمال است. من مختصرا برای شما اینا را حکایت میکنم. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت. ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند واری کشال میایستد و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام مییابد. تو در حالت حساب نجات میابی. و ینقلب الی اهله مسرورا. وقتی که نامه اعمال تو به دست راست تو داده شد، تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت میگردی. این قرآن برای ما و شما حکایت میکنه. و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد، این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا. این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود، حتی چنان ماشین های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنوده بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ اینکه دویم باره زنده شدن نیست. لیکن خداوند میگوید بله انه کان، بله میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است.
فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرأوا کتابیه